منم قرآن، منم راه سعادت، منم آن راهنمای راه عزت، منم آن گل بهار آشنایی، ز من تابند عرش کبریایی. منم درمان درد بینوایان، وجودم هر جفا را گشت پایان. منم خورشید تابان هدایت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. لذا این روش دعا خواستن است و وقتی که خدا را به حمد و ثنایش تعریف کردی، تمام تعریفاتی که لایق الله عز و جل هستند اونها را ذکر کردی، حالا دعا کن، الان از خدا بخواه، خدایا ما را هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم، ما را هدایت کن بر صراط مستقیم، بر راه راست. اهدنا هدایت بر دو نوع هست. یکی هست فطری، خداوند هر انسانی را، هر حیوانی را، هر موجودی را فطرتا هدایت کرده. تحت آیه والذی قدر فهدی خواندیم. هر جوجه تازه از تخم میاد بیرون، اون هدایت است، اون میدونه که کجا باید برای اون غذایش بگرده، کجا باید نوک بزنه، کجا باید دهان بزنه تا غذایش تو هوا نمیزنه، به زمین میزنه. بزغاله و بره‌ای که تازه از مادر متولد میشه، اون هدایت فطری دارد، او میداند که کجا را باید بمکد تا از اونجا شیر بیاد بیرون. انسان هم همچنین فطرتا هدایت دارد. گاهی ما طبیعتمون ناخوش باشه، ولو اینکه بچه باشیم، طفل باشیم، طبیعت ناخوش باشه گریه میکنه، طبیعت خوش باشه میخنده، اینا بر اساس همون هدایت فطری است. والده میدانه این الان درد داره، این الان مشکل داره، الان گرسنه است، داره میخنده، میدونه که الان سیره، خوشحاله، مشکلی نداره. لذا اینا تمام جزء چی هسته؟ هدایت های فطری هسته. اینجا هدایت فطری مراد نیست. هدایت دوم کسبی هست که انسان اون را کسب میکند، او را حاصل میکند. این هدایت کسبی همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم 4 درجه دارد. انابت یعنی در وجود انسان باید طلبی باشد، در وجود انسان باید خواهشی باشد، جستجوی باشد. وقتی که این انابت باشد، خداوند راه را بهش نشان میده، راه درست بنده من اینه، تو که میخواستی بیا. راه را وقتی که بهش نشان بده، این میشه هدایت. این درجه دوم است، میشه هدایت. وقتی که راه را بهش نشان داد، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. بعد الله عزوجل در این راه برایش مشکلاتی هست، مشکلاتی میاره، سختی ها هست، شدائد هست، مخالفین، منکرین، دشمنان. اینجا دیگه باید از مشکلات نه هراست، یک مقداری از خود ثبات و مردی نشون بده، استقامت بکند. سوم چیه؟ استقامت بکند. استقامت که بکند، خدای عزوجل او را دلش را قرص میکنه، دلش محکم میکنه، دیگه هیچ چیزی نمیتونه او را برگرداند. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا.
این استقامت سومی هست. چهارمی ملائکه میان الله تخافوا ولا تحزنوا، دلت محکم باشه، نترس، غم نکن، ما در کنارت هستیم. دیگه تمام دنیا بخواد این از مسیر حق و از مسیر یکتاپرستی به مسیر دیگه ببرن، میگه نه ولو اینکه کشته بشه. پس منظور از هدایت این مراتب هدایت است. یعنی انسان از خدا میخواد که اول او را بر مسیر قرار بده. بعد یک تقسیم دیگه هم بکنم. ببین هدایت به دو معنا هست، بر دو قسم است. یکی اراءت الطریق. اراءت الطریق یعنی راه را نشان دادن. آقا منزل زید کجاست؟ از اینجا مستقیم برو، به چپ بپیچ، بعد در سوم مثلا. خب این اراءت الطریق هست. الان میری یا راه را درست میری یا گم میکنی. سومی هست ایصال للمطلوب، یعنی اون را به مطلوب، به جایی که میخواد بره دستش را بگیر برسون. اون میگه منزل زید کجاست؟ میگه بیا سوار شو. سوار میشه میبره دم در، پیاده این منزله. پس خدای عزوجل به معنای اراءت الطریق همه دنیا را هدایت کرده، به همه خداوند اسباب هدایت را داده، به همه نشان داده الله عزوجل. اما اینکه ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، به ما هم نشان داده. منظور این است که خدایا ما را به مطلوب برسان. منظور ایصال الی المطلوب است، یعنی موهای پیشانی ما را بگیر، بر اون جاده مستقیم هدایت ما را گامزن بگردان، ما را قرار بده و بر اون استقامت نصیب بکن. و ربط القلب یعنی تا آخر، لذا ما را بر اون راه قرار بده، تا آخر ما را نگه دار. به این معنا هست اهدنا الصراط المستقیم. ما را نشان بده و راه نشان بده، نه، ما را قرار بده بر صراط مستقیم. مستقیم یعنی المستوی و هو الاسلام. صراط مستقیم میخوانیم، صراط مستقیم قرآن هست، صراط مستقیم عبادت خدای واحد هست. بعضی از آیات را شما خواندید. ان الله ربی و ربکم، عیسی علیه السلام فرمود ان الله ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم. الله رب من هست و رب شماست، فقط او را عبادت کن. هذا صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما را بر صراط مستقیم گامزن بفرما. و ببینید این اهدنا الصراط المستقیم بعضی گفتن به معنای استقامت است، چون که راه را دیده که میگه اهدنا الصراط المستقیم، راه را پیدا کرده. بعضی لذا اینجا به معنای عدم میکنند، یعنی ما را بر این صراط ادامه بده، قرار گرفتن ما را قرار بده، استقامت نصیب بفرما. چون مثلا کسی رفته وضو گرفته، آمده سر نماز ایستاده، دست بسته جلوی خدا، رو به قبله، میگه اهدنا الصراط المستقیم، معنیش این نیست که خدای ما را تازه راهنمایی کن، تازه نشون بده. خدا نشونش داده که تا اینجا رسونده. پس هدف چیه؟ ادامه دادن هست. بله، صراط الذین انعمت علیهم. صراط المستقیم مبدل منه هست، صراط الذین انعمت علیهم بدل هست. یعنی راه کسانی که بر اونها انعام فرمودی، راه کسانی که بر اونها انعام فرمودی. چه کسانی هستند که خداوند عزوجل مورد انعام قرار داده؟ اونها را عرض به خدمت شما، اینها 4 گروه هستند که در سوره مبارکه نساء آمدند. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. ما را بر صراط اونها قرار بده. بعض اینجا قیل و قالهای ذکر کردن که قیل و قالها اصلا مناسب نیست. میگه مثلا چطور انسان
جایگاه نبیین را میخواهد. نبیین خب جایگاه نبیین جایگاه کسبی نیستند و بعد از ختم نبوت دیگه پیغمبری نمیاد، کسی دیگه پیغمبری قائل باشه کفر. این سوال اصلا اینجا نشه بهتره، چون اینجا نگفت ما را از اونها قرار بده، ما را بر مسیر اونها قرار بده، یعنی متبع اونها، گامزن بر هدایت اونها قرار بده، اون چی که اونها داشتند و اونها گفتند ما را بر همون منوال قرار بده. لذا انعمت علیهم این 4 گروه هستند. غیر المغضوب علیهم، غیر از اون کسانی که مغضوب علیهم هستند، بر اونها غضب فرمودی، بر اونها را مورد غضب و خشم خودت قرار دادی. ببینید مغضوب علیهم تمام اون کسانی که خداوند بر اونها ناراضی هست. اولا مغضوب علیهم ولا الضالین معناش را از نظر مفهومی عرض میکنم، مفهومشان را عرض میکنم، بعدا از نظر مصداقی. یک انسانی هست که راه را میبرد ولی راه را اشتباه میبرد، راه را گم میکند، نمیدوند که من راه گم کردم. این را میگن ضال، یعنی گم شده. لذا مراد از ضالین اونهایی هستند، از نظر مفهوم مراد از ضالین اونهایی هستند که اونها راه را اشتباهی به مسیر دیگه بردند، به سمت و سوی دیگه بردند، نمیدونستند راه اینه. اینها جرمشون کمتره. اما دوم اونهایی که راه را میدونن که راه این است، عمدن راه دیگه میرند، لج میکنه، تعصب از خود نشون میده. اینها از نظر مفهومی مغضوب علیهم اینهاست، اینهایی که دیده دانسته راه دیگری را میبرند، غضب خدا، خشم خدا بر اینهاست، اینها مغضوب علیهم هستند. خب این مفهومش. اما مصداق مغضوب علیهم چه کسانی هستند؟ در روایت داریم که از رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر این دوتا را پرسیدند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود مغضوب علیهم یهودی ها هستند، ضالین مسیحیان هستند. اما این که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود مغضوب علیهم یهود هستند و ضالین نصارا هستند، معنیش این نیست که مصداق فقط همون دو گروه از غیر از اینها نیستن. نه، امروز هر کسی که ممکنه یهودی نباشه، ممکنه یهودی نباشه، به نام مسلمان هم داشته باشه، اما اشتباهی مسیر را رفته، به جای اینکه به صراط مستقیم بره به راه انحرافی رفته، راه کج رفته، به جای اینکه بر مسیر توحید قدم بزند بر مسیر خرافات و شرک قدم میزند، ندانسته قدم میزند. این گمراه است، این ضالین است، با توجه به مفهومی که عرض کردم. و کسی که میدوند راه درست اینه ولی تعصب از خود نشون میده، لج کرده، ضد کرده، گرفتار عناد شده، ولو اینکه اسمش مسلمانه، این مغضوب علیهم است. متوجه شدید؟ مغضوب علیهم پس تنها یهودی نیست، هر اون کسی که دیده دانسته راه را کج میبره، مسیر را کج میبره. لذا این تاکید را به این خاطر دارم که خیلی وقتا ما میگیم غیر المغضوب علیهم یعنی یهود. نه خیر، یکی از مصادیقش یهود است که خداوند فرموده و غضب الله علیهم و لعنهم، اونا مورد غضب خدا هستند. بلکه عرض کنم که مغضوب علیهم هر کسی میتونه باشه. و ضربت علیهم الذلة والمسکنه و باءوا بغضب من الله، و باءوا بغضب من الله.
اینها غضب خدایی بر اونها هست. یهود یکی از مصادیق یهود، بله مغضوب علیهم، اما مسلمان نما هم امکان داره که مغضوب علیهم باشه. به ظاهر میگه من مسلمانم، قرآن را قبول دارم، اما میدونه قرآن درباره عقاید و ایمانیات چی میگه، عکس اونها عمل میکنه، تعصب به خرج میده، نمیخواد بیاد، اینم مغضوب علیهم است. این مورد خشم خدای عزوجل است. اما اونی که نمیدونه و راه گمراهی را میبره، اون ضالین هست. پس مصداقش را منحصر به یهودی ها و مسیحی ها نکنید. لذا الله عزوجل می فرماید غیر المغضوب علیهم، غیر از اون کسانی که بر اونها غضب فرمودی و غیر از اون کسانی که ضالین هستند، اونها گمراه شدن، راه را گم کردن. همونطور که هدایت 4 درجه داشت، ضلالت هم 4 درجه داره که اینها را بنده عرض کردم قبلا. خب این بود سوره مبارکه فاتحه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که سوره فاتحه را خواندید آخر آمین بگویید. آمین فقط مال نماز نیست، این آمین که مستحب است گفتنش و سنت است، خارج از نماز هم است. وقتی که الان در نماز هم به صورت جهر آمده هم به صورت سر آمده، بالاخره ائمه و فقهای بزرگواری که جهرن قائل هستن میگن رسول الله بلند خوانده، کسانی که قائل نیستن جهرن میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بلند خوانده، به خاطر تعلیم و به خاطر اینکه نشون بده به شاگردان، به صحابه که اینجا محل آمین گفتن است. اما از اونجا که دعا هست ادعو ربکم تضرعا و خفیه، تضرع و خفا در دعا افضل است، خفیه بهتره. بالاخره اون اختلاف در حد استحبابی هست، ولی خود آمین گفتن هیچ اختلافی توش نیست، باید گفته بشه، هم در نماز گفته بشه هم خارج نماز. وقتی که میخواهید سوره فاتحه را بخوانید به عنوان تلاوت، به عنوان یاد دادن، به عنوان درس، آخرش آمین بگویید. صدق الله مولانا. منم قرآن، منم راه سعادت، منم آن راهنمای راه عزت، منم آن گل بهار آشنایی، ز من تابند عرش کبریایی، منم درمان درد بینوایان، وجودم هر جفا را گشت پایان، منم خورشید تابان هدایت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت.